جونکی من خیز تا زنده گمان میکنی که همه روزت به خوشی میگذرد، ولی یکی از روزها میتواند به خوبی نانجامد. آفرین. باش چی کار کردن میخوایی؟ شرف دستگیرت کرد بس نبود؟ باز آمدی؟ گپ زن. میدونی حالا چی میشود؟ ها؟ یگان چیزت را صاحب شده نمیتوانی، نه آنها را نه شوهرت را. تو از پی هم از دست دادن آنها بیزار نشدی ها؟ باور کن دلم برات میسوزد. ببین چه خیلی خوب است جانکم. وقتی که اکاش رو گرفته او رو پرتفته رفتی؟ من دخترم رو نپرتفتم. کنی گوی؟ برای گرفتنی او آمدی یا برای حسد بردن؟ تو دایم از پس ما پاییده میگردی. یعنی البته با شرف چقدر خوشبخت بودن ما رو باید دیده باشی. من شرف رو کیهو از دلم کنده پرتفتم و اینجا تنها برای امینه آمدم. او رو گرفته میروم. اگر خواهم همه رو به پا میخیزانم. شرف شرف داد نزن. به خستت رسیدی، شوهرم رو گرفتی، بگذار فرزندانم همراهی من مانند. وقتی که انسان مادر می شود اون وقت به قدر فرزند می رسد. در حقیقت راست بوده است. برای همین دخترت را به تو می دهم، اما تنها با یک شرط. به زانو زده التجا می کنی. کنی قبل می دهم که دخترت را می دهم، لیکن باید چقدر او را دوست داشتنت را به من نشان دهی. ممکن دخترم رو برم. التجا میکنم. التجا میکنم یعنی چی خیل گویم؟ به من تاثیر نکرد. تو باید همین خیل گویی که قلبم خون گیرید. ها مثلا به پیش پایم افتی یا به زانو زنی. تو بیماری. نه جانکم، دلم همین رو میخواهد. من به جای تو میبودم برای فرزندم همه کارو میکردم. تو حتی به زانو زدن نمیخواهی. تو چه مادری ها؟ من برای امین همه کارو میکنم. کنی بینم؟ بیا جانم رفتیم. زود باش فریده، کجا شدی؟ خوش سر کن. التجا میکنم دخترم رو به من ده گرفته روم. من رو از اینجا ناامید نفرست. این کار رو نکن. تو با این سادگیت حالا بسیار عذاب میکشی. زور هم نمیزدی دخترت رو میدادم، اما فرصت خوب را چرا از دستی هم؟
اکنون دخترت رو گرفته از اینجا دف شو. رو. بنار زود پنهان شو، زود. چیکار میکنی؟ خوب است. چی شد؟ امینه خوبی بد دیده است. وقتی که اومدم بدور شد، به زور او را خواباندم. برای همین اومده نتوانستم. بیا رفتیم. کنه بین باز تابش بلا نشده باشد. نه او خوب است. بیا خودمان برایم. او باشد آرامانه خواب کند. خباته نشو. بیا خیریدین را همراه بازی دارونیم. تو دیوانه شده در این نیستی شب کودک رو بیدار میکنی. تو خیریدین را گرفته به همون رو. من باشم حاضر سچاق را گرفته میایم. خدایا توبه. تو به تنش صابون زدنگی من حاضر میایم. در را پوشم که باز خنک نخورد. زودتر برو. زود باش. زود رو. من بی دخترم نمیروم. او را میدهم اما حاضر نمیشود. رو. شرف سحری میرود. آن وقت اومده او را میگیری. نه. تو چی دستگیر شدن میخوایی؟ رو از اینجا. رو. بنار آمدم. سچاق کجاست؟ مرا مسخره میکنی؟ آرام شو. حاضر رفته میارم. پسر خدا. امینه در کجاست؟ برای چی او رو نآوردی؟ رسیده. زودتر شتاب کنه. زودتر میگویم. را گرده. وظیفه من تا همینجا بود. اکنون با دیگر رفیقان همراه را دوام میدهید. فهمو. بیایید از این طرف. خواب تو هم نبرد خیریدین. خوابم نمیبرد نباهت. گویا دلم را یکی سیاتی بدی فرا گرفته. فکری بد نکنم میگویم نمیشود نباهت. نمیشود. من هم همینطور. در این خانه کلان هر دویمون تنها موندیم. تو و من هر دویمون. چی دروغ گویم؟ در اول پسرانم را گناهکار می سابیدم، اما فکر کرده خطاهای خودم را هم فهمیدم. من در کجای خطا کردم. حالا باشد جزای خطاهایم را می بینم. اگر این طور نمی بود حاضر این خیل هممان پراکنده نمی بودیم. خیریدین ما همراه به این راه بر اومدیم و با خواست خدا همراه از عهده این کار میبرویم. انشاءالله. یشر
تو میدونستی که ما رو با همین طرز میبرن و تو گفته بودند. جانکم میخواستی که ما رو با هواپیما برن. آخر ما پنهانی از سرحد میگذاریم. میفهمم، لیکن اینقدر راهی دراز رو با همین طرز طی میکنیم. ما رو مثل هیزم بور کرده برده ایستادن. من میفرمایم مادر جان، من این خیلی نمیتوانم. انا کاری کردت رو دیدی؟ کودک رو ناراحت کردی. التماس کمتر آرام شو خیر. رفیق خان، همه تلفن های موبیلی را جمع کرده به من فرستید. برای چه؟ چرا تلفن هایمون رو به تو دهیم؟ برادر، صحت و سلامت سرحد را گذشتن میخواهی؟ این طور باشد گفتم را کن. ما برای بخطری شما کوشش میکنیم. بیای زودتر، نغمه نکنید. براه برآمدن لازم. کی از سرحد میگذریم؟ شاید سحر. شب بیس حرکت میکنیم. برای قضای حاجت چی؟ ماشین رو من نکنید. تا سرحد گذشتن در یگانجا نمیستید. جامدان هایمون کجایند؟ آنها رو به ما نمیدهید. اگر خواهید میدهیم برادر، اما نفری رو از بینتون فراوردن لازم میآید. همین رو میخواهید؟ شما خواهی نشوید. جامدان ها در ماشین. رفته. من میترسم. نترس جانکم، ما هم راحت هستیم. خیر به هممون رو ایست. کنی خیز خوب دارم. خیز گفتم نرسید. اینار چرا کودک رو این قدر بر وقت بیدار کرد؟ خواستیم همه یک جای تو را گسلونیم. صبح بخیر دخترم. دختری من از خواب خسته اینقدر زیبا شده است. من حاضر برای خریدن نهار میروم. تو باشی نهاریت را کن. همین که آمدم شما را گرفته به تماشای استانبول میبرم. میلش؟ آفرین دختری با عقل من. تو هم تیار شو، همین که آمدم زود میروی. من به این هم تیارم. اگر خواهی لباسات رو هم گیر. وقتی که آمدی خبر ده، ما میفرایم. خیر دخترم. کنی بیو اینها رو پوش. هپ الو، فهمیدم. حاضر می آیم. شرف حاضر برآمده است. فریده، احتیاط شو که این مور باز تو رو فریب ندهد. با او بسیار باور نکن. صبح یک چیز میگوید، شام دیگر چیز. او همین را میدهد چون که این به فایده خودی اوست. رقم 120 را محکم میکنید؟ البته برادر. من حاضر می آیم. بس اکنون براخیر خواب آلود. کنی رفته لباسات رو پوش. گوش کن، مرا عصبی نکن. پیر میزن. گریه نکن. از یک لیوت بیزار شدم. از دیروز بود جانم رو بر لب آوردی. تو که من از پس تو میدوم. بابا داره میگویم. آی داغه کم شدم. میترسم. گه اگر او رو یابی. مادر جان. مادر دخترم. جانم. مادر جان. جانم دخترم. ما رو خیلی پسمان شده مادر جان. من هم جانی مادر تو رو خیلی پسمان شدم. جانم. مادرم هم می آیم. بله دخترم.
تشکر بینار. رفتیم. پدرم اومدن. خاموش بیا. اوی شیرینکی من، بیا تو رو خوابانم. حالا باشو به امکی شرف خبر میدهیم. تا آمدن او فریده هم به مکانش میرسد. های لابای الو شرف یک خبری ناخوش دارم. فریده امینه رو دوست دید. امینه رو دوست دید؟ آی میمون جایگی ما. خدا چرا او قدر زود رسید؟ شرف خیرت که اومدی. چرا دخترم را به او دادی؟ چرا دادی؟ به ناگاه همراه اکش به هوش زده در اومدن. خودت میدونی که اتیله یک قتیل است. از ترس چی کار کردنم را ندانستم. اکنون حتی من تو را نجات داده نمیتوانم. دخترم گم شده است. او را ندیدید؟ نه. فریده در کجایی؟ شرف در قبرگاه است. حاضر می آیم. قریب بود که شرف ما رو دستگیر میکرد. تو در درون ماشین؟ نه، من برای کمک تو اومدم. شرف در قبرگاه است. چطور میبروی؟ من یگان راهش را یافته میبرایم. تو به نزد ماشین را. گوش کنید، نخود که او را ندیده باشید. یک دخترچه 8 ساله همراه یک زن مادرش می شود. ببخشید ندیدم، اما اگر خواهید کامرای نظارتی را تماشا میکنید. ایش تو در اینجا چیکار میکنی؟ پینار بر اومدن نتوانستم یاری ده التماس. ای تو اینقدر زنی نهوده برای چرا من باید باز به تو یاری دهم؟ دقت شرف را به خودت جلب کن. التماس. شرف نبی یک نفر گفت که آنها به این طرف رفتند. رفتیم. بایسته. Atila زودتر. زودتر. پدر چی شد؟ سوار شو. شرف چی شد آخی؟ ای! بیهوده نگاه نکن. من چرخش را کفاندم. ایواز کردنش 15 دقیقه وقت را میگیره. تا اون وقت به جایمان میرسیم. با کجا میروی مادر جان؟ به نزد اکم؟ نه امینه. فریده تو به автовокзал زنگ زده. به اتوبوس یکم چیفته فرمو. مادرم یاسین رو میورند. گیر این رقم تلفنش.
مراد چی شد؟ خوب هستی؟ نفس کشیدن نمیتوانم. کمون جانکم کمون، زیق نشو، کمتر پس میرسیم. مراد؟ یاشار مراد چشمانت رو خوشد پسرم. مراد خوب هستی مراد؟ با تو چی شد؟ یگان کار کن آخیر، یگان کار کن. شد مالش تو آروم شو. چشمانت رو خوشد در پسرم. واهی من نکن، شاید از گرمی زیاد بهزور شده است. یگان تصویر جو آخر دارد. مراد بچه جانم چشمانت رو خوشد. یک طرف استید بزنم. ماشین را نگاه داره. یاشار ماشین را نگاه دار. ایستید در اینجا کودک میمیرد. هی نمیفهمید ایستید. هی چشمانت رو کشو مراد. التماس چشمانت رو کشو. یاشار یگان کار کن التماس. مراد مراد چشمانت رو کشو چشمانت رو پسر. پدرم کجاست؟ به خدا مکن. پدر کجایی؟ پدر شکر. کجا شدم؟ خیریت که به یادتون رسیدم. شما در کجایید؟ مادر حالا وقتی فهماندن نیست. یاسین رو زود به автовокзал بیارید. بس سکنون این کودک دزدیتون رو یک سو گذارید که باز به سرتون بلا نخرید. مادر جان شما گفتم رو کنید. پس از 2 ساعت اونجا باشید. پدرم هم به نزدیمو می آیند؟ نه دخترم، از این پس تو و من و اکاد هر سهمون یک جا زندگی میکنیم. خوب هستی پسرم؟ گرسنه ماندم. یک دم نیست؟ ببین به تو چی میدهم؟ نمیخواهم، دلم به حضور میشود. آه میخوام. اگر آب نوشی دلت باز زیادتر به حضور میشود. آب ننوش پسرم. کر شدید مگر؟ ماشین رو نگاه دارید. بهودا نزن، نگاه نمیدارن. آنها پروایی ما را ندارن. شنوان هم جواب نمیدهند. یک دقیقه با فکر من میکنند. بله میفراییم. چی؟ نخواد میفراییم. ماشین رو من کرده ایستادم. همتون با برون برای زودتر باشید. زودتر باشید زودتر. شما چه خیلی انسانید؟ پسرم از هوش رفت، شما باشید ما رو نمیشنوید. اگر برای هر یک آواز من کردن گیرم میدونی. چی گفتی ابله؟ لیلا شو دارم شو. کودک رو بگیر.
برادر چی گپ شد؟ سرحد رو گذاشتیم؟ نه، یک دو ساعت پس. خدایا تا سحر میگذاریم گفتید کو؟ سوزشواری تازه نبوده است. من چی کار کنم؟ چه این خلط سوال میدهی؟ در درون نفس کشی دشوار است. کمی پیشتر کودک از هوش رفت. معقول نباشد جمادانات را میدهم. رو بزدار کردی. بزدار کردی. شرف کمی آهسته تر حی کن و صدمه دچار نشویم. در عمرم چنین آدم یک رو ندیدم. چی شد اتیلا؟ فریده کودک را محکم دار. آنها به کدام طرف رفتن؟ به کدام طرف؟ چرا به سری من داد میزنی؟ من چه گناه دارم؟ من از کجا میدانم که آنها به کدام طرف رفتن؟ حالا ایستاتیلا اینه باز دستم رها نمیابی. یاری دید دخترم مادر بگویم چی شد؟ اتیلا فریده خوب هستی؟ من خوبم. رو کودک نترسد. بخیر است خانم جانان. سحری بر وقت به کجا؟ ای نپرسید. گویا کاری دیگر نداشته باشم. یاسین رو به автовокзал بیار گفتن. چی آنها میروند؟ البته همین رو هم گرفته به راه میبرویند. پسرتان بسیار یکرو بوده است. از کسی نپرسیده کودکان خواهرش را دزدید؟ راستی گپ من هم از او خواطرم. با قریبی از محبس آزاد شد. میترسم که باز یگان کاری خطا نکند. خانم جانان ماشین شما را در نزد در انتظار است. حاضر میآیم. با اجازتتان آقای مدحت تا بازدید خانم جان. به خدا چیزی مرا ناراحت میکند. یک بار تلفن میکرد آرام میشدم. شاید فرصت نیافته باشد. بسیار ناراحت نشو. امروز به خانه امیر نمیروی؟ از برای خدا نام امیر را نگیر. از او هم خفم. تیله‌های زنش را گرفته به یشر داد. فکر و خیالش فقط به یاسمن. پروای کسی را ندارد. نباید. غم و دردی امیر زیاد است. باید هم سرش را سایبی کند. اما یشر باید یک بار زنگ بزد. همه‌شان ما را فراموش کردند. احتیاط کن. آیسته. آرام شو دخترم. برداشت. احتیاط کن. آیسته. خوب. مرحمت خانم این را از کیسه‌شون یافتم. یک طرف سزن. اتیلا ما هم میرویم. من خوبم فریده. تو گفته‌هایم را کن. خانم شما همراه کودک در نزد راننده شید. شیرت خانم شما همراه ما بروید. رفتیم امینه. مادر جان. ها فریده آمده ایستاده‌ایم. شما به автовокзал رسیدید. چرا گپ نمیزنی فریده؟
با شما یک چیز میگویم لیکن نترسید مایلش. ما با بیمار خونه میرویم. دوچاری صدمه شدیم. ای خدا من با شما گفته بودم اون شرف بر سرتان بلا میآورد. شد مادر جان زود به خشم ناید. ما خوبیم، با ما هیچ چیز نشده است. فقط پای اتیلا کمی لط خورده است. بس کن فریده بس. تو با من کدام بیمار خونه رفتنت رو گوی. من در آنجا با تو گپ میزنم. از پگاهی با زنگ میزنم. چرا تلفنتون رو نمیبردارید؟ آخر باید امروز یاسمن همراه شما میماند. همین خیلی مصلحت بود. هیچ فکر نکردی که من اومدم میتوانم یا نه؟ از یه شهرگان خبری نیست؟ نهایت دکت به یادت رسید ها؟ مادر جان شدکم آرام شوید. ما یک عائله این پسرم. درد و غم مادرت را هم فهم. فکر و خیال ما به شماست. ببین از یشر تا حال خبر نیست، اما شما پروا ندارید. آدم یک بار میپرسد. این طور نمیشود پسرم. بگاهی که از کار آمدی نشسته در این باره صحبت میکنیم. خوب شد از پدر. خیر جانکم من میروم تا بگاه. دیر نکن مایلش. کوشش میکنم که بر وقت آیم. خیر مادر اگر یگان خبر شد با من زنگ زنید میلش. خیر تا بازید. اتیلا یک اونجا درد میکنه؟ خیلی درد. من خوبم. تو آمدنی مادرم در روز کشیدم. همین که یاسین رو آوردن میرویم. اتیلا پسرم وای جان که این کار رو کردم. خودم گناهگار. سرعت رو بلند کردم. قریب پسرم رو میکشتی. از پشت اون شوهر دروغگوی ابلهت قریب اتیلا میمرد. بعد چی میشد؟ همراه فرزندانت خوشبخت میگشتی ها؟ آخر من خیز فریده کودکانت رو گیر میرویم. اتیلا ایست. از برای خدا در جایت شین. با من گوی چی میخوایی؟ پسرم بیا هر چیز لازم باشد من میکنم. تو فریده رو از اینجا گسل نکنم آرام نمیشوم مادر. شد تو خوب کن. من آنها رو برده سوار میکنم. تو با گپهایم اهمیت نده. نخست آتشین شدم. اهمیت نده پسرم. کمی بدتر آنها رو گرفته برده با اتوبوس سوار میکنم. تو خواطر نشو. خوب کن پسرم. چی خیر بودنش معلوم شد. اکرشو نپرس. اگر کودک رو نمیدادن هر دو شما رو میزدن. تو یک بار آن فریده آرام و مهربانت را میدیدی گویا یک البستی بود. خطا کردم. با فریده بسیار باور کردم بسیار. اما من دیگر شرفی پیش را نیستم. اول کودکان را گیرم بعد میبینی با او چیکار میکنم. برای مرا شرمنده کردنش جواب میگوید. باز شرم نداشته با من زنگ میزنید ها؟ با دخترتان گوید که از من راهی گریز ندارد. آرام شو. با تو یک گپی مهم میگویم در خصوص کودکانت. با کودکان یگان واقع شد؟ آنها خوبند. با آنها چیزی نشده است. پس گپ زنید زودتر. با من گوش کن. گپ‌های گفتم بین هر دویمون میموند. مرا فهمیدی؟ خیر. بعد از نیم ساعت در автовокзал شو. من یگان راهش رو گفته کودکان رو با تو میدهم. لیکن دیگر با من روبرو نشو. مادر جان شما کجا شدید؟ نمیرویم؟ میرویم تمام. پول بیمارخانه را سپریدم. کودکانت را گیری میرویم. کی بود شرف؟ کی زنگ زد؟ شرف گپ زن با کجا میرویم؟ مادر فریده زنگ زد. کودکان را با автовокзал میبرد. یعنی فریده کودکان رو به تو میدهد؟ او خبر ندارد. پنهانی از او؟ ای خدایا از این زن ترسیدم وزیم. با من گوش کن. تو هر چیزی دیده و شنیدت را فراموش میکنی فهمیدی؟ من با او قول دادم که این سیر بین هر دویمان میماند. شما میتوانید صورت رو کمی بلند کنید؟ این هواپیما نیست آخر. راه پر از ماشین و چراغک است. خوب استید مادر جان؟ خوبم.
حالا هم از من رنجیده اید. میدونم شما رو سرگردان نمودم، اما شد هیچ گپ نی. این روزها هم میگذرن. در این باره دیگر گپ نزن. ای شراب خوردگی مزده خونم برآمد. کمی هایسته تر. پینار تو دمت را گرفتم میتوانی گوشم را بگم نگیر. با کی زنگ میزنی؟ به هیچ کس. خبر گرفتم که یگان کس زنگ زده است یا نه. دو دقیقه صبر کن، حاضر میگیری. مرحمت. بیا. مادر، حاضر اتوبوس میرود، زودتر باشه. زودتر. اومدمی؟ زودتر برایت. شد اومدم. کجا شد؟ مادر جون، ما سوار میشویم، اتوبوس براه میبراید. مادر جون من گرسنه‌ام. من گرسنه. در اتوبوس خوراک نمیدهند. چی؟ من بر راننده میگویم که انتظار شود. برای کودکان یگان چیز گیر. باشی کمی گرسنه براه نبرایم. رو. مادر جون من همراه شما روم. نه تو در جایت است. مادرت حاضر میآید. با من 2 کلچه گرم دهید. خوب شده است. حاضر. کار شدش چی؟ تلفنشو نمیبردارد. 2 سال بچه‌شو بونیدن نمیخواهم. بردار زودتر. مرحمت خانم. مرحمت. کمی انتظار شوید، من کرده میآیم. زودتر باشید، اتوبوس حاضر میرود. معلش. بیبی پدرم اونجایم. شد حاضر به نزدش میره. باشه. زودتر. دوید. بقیه‌تون رو گیرید. تشکر. سلامت باشید. چی میخوای شرف؟ من رو به حالم گذار. فریده، کودکان. یک طرف. ایستید. یک طرف. پدر جون. روید. پدر جان مادرم در جایم. پدر جون اینجایه. شرف نمیکنم رو نبر. شرف کاری شدگی شد.
بهوده کوشش نکن ریحان ها رو از دست نگیر آخرمنده آنها زندگی کردن نمیتوانم. فریده شرا فریده ایسا میگویم فریده دخترم زخ نشو همروی پدرشان میمونم کلان شدن و لرزت میورم خیز فریده خیز دخترم خیز گفتم من به حاجت خانه رفتن میخواهم. رو دخترم حاجت خانه اونجاست جایش رو میدونی؟ رو چیه من تو رو برم؟ خودم تنها من خسته نمیتوانم به کمک شما احتیاج دارم. من برداشته برم تو رو؟ آخر من بیمارم میانم درد میکنه دخترم یگان راهی آسانش نیست مگر؟ هست اما ما استفاده نمیبریم. امیر تو رو همین طور برداشته میبرد؟ ایوه پسر بیچارم خیر چی علاج؟ مجبورم که تو رو برداشته برم. کنی بیا ای خدا یا پروردگار همین طور. ای خدا شکر که مثل روزهای پیشتر باز به نزدمان آمدی. شما که به کار آمده دیگر هیچ کس صد راه گروهی ما شده نمیتواند. من هم راستی در خانه به شما زیغ شدم. کو به من درباره کمال نقل کنید چیکار شده است؟ در وقتی تفتیش شد از جای حادثه یک تپانچه یافتیم. در بالایش ایزی انگشتانی کمال. چی فقط ایزی انگشتان کمال بود و خلاص؟ غیر از او یگان کسی دیگر نبود؟ نه دو نفر دیگرش رو کوفته ایستادند. ما فکر کردیم از تیمور لیکن حالا معلوم نیست. با تیمور چه علاقه دارد؟ چون که تیمور به جای کمال مبلغ میمانخانه رو پرداخت کرده است. پرسیم کمال رو نمیشناسم گفت. ان شاء الله معلوم می شود. تفتیش نمودن ایزی انگشتان از یک جهت خوب شد. با شما تعلق نداشتن تپانچه معلوم گردید. دیگر از شما گمانبر نمیشوند. میتوانید خاطر نشوید آقای پروکرور. البته من بیگناهم. لیکن تو یک چیز رو فراموش نکن که پشه خورد هم باشد دل رو به حضور میکنه. همسرم از یک عائله نامدار است. دشمنانمان برای داغدار نمودن ما فرصت میجویند. از این رو هر قدر توانیم بر وقتتر این مسئله را خاتمه ده. کوشش میکنیم. نغز مانید. مرا با محاسب پیوست نماید. من به شما چی گفتم؟ به یگان کس پول ندهید. باز چی میخواهند؟ چی خیل خبر نداری؟ انا به تو خانم جانان یگید برای چی به صورت حسابی آنها مبلغ میگذرانید؟ خانم آسیا کم بود که باز پدری مرده گشت به سرمان بلا شد. من به وصیت او کار ندارم. خودی همین روز پرداخت رو انکار میکنید یا اینکه عریضتان را نویسید. فریده یک دقیقه میشینی؟ اتیلا او امینه رو با دست خودش داد گرفته رفت. من خدمتگار و کودکان تو نیستم گفت. چرا با شرف را از پسمون آورد؟ من حیرانم که او چطور در آنجا بودن شما رو فهمید. تو با دیگر راه گشتن از پسمان بود لیکن автовокзал رو چطور فهمید؟ به خدا نفهمیدم. مادر شما در این باره چی فکر دارید؟ مادر جان شما چرا یگون کار نکردید؟ آخه شما هم آنجا بودید چرا به من زود خبر ندادید؟ مالش اکنون هر دیتون مرا گناهگار کنید. من چی گناه دارم؟ گفتم که ترسیدم هیچ کار کرده نتوانستم. خدایا چرا درحال به غضب اومدید مادر جان؟ ما با شما هیچ چیز نگفتیم تنها پرسیدیم. خوش آمدید. ای یاسین خوش آمدی ندیره جانم. ما رو خیلی پزمان شدی. بوبی نمینه اکا دیتو طاقت نکرده آمد. خواب دارم رفته خواب میکنم. چرا این طور کرد؟ برای چی همتون غمگینید؟ خیر مایلش همین طور.
ту кай ёсинро ёфтӣ? барои чӣ ба мо хабар надодӣ? писарам шарт аст ки гапро аз дахонат кашида. бояд чӣ гӯям модарҷон? гирифтаму омадам. фарида чӣ тавр розӣ шуд? магар бо ту ҷанҷол накард писарам? хуш омадед акай Шараф. хуш бошӣ осмон. либосҳоямро эваз карда боз мебароем. бегоҳӣ суҳбат мекунем, майлаш? ту чӣ ният дорӣ? гӯй ба кӣ занг мезанӣ? ба Пинор. ба сабаби ин рафторашро донистан мехоҳам. ту нахуд ба ҳамон мор бовар кунӣ духтарам? агар напурсам аз ақл бегона мешавам. ман дар ин ҷо монда наметавонам. аҳволам бад шуд. ҳозир ҳамин ҷо аз ҳуш рафта меафтам. модарҷон, фаридаро ба ин аҳвол монда куҷо меравед? ҳақлаш ба сараш омад. бори дигар фурсататро аз даст додӣ. дигар маро зориву илтиҷо накун. ин дафъа тамоман нияти зориву илтиҷо надорам. ту дар ҳақиқат моли дустара будаи Пинор. курнамак, кӯдаконатро ба дастат супуридан. барои ба ту хабар додан ҷонамро дар хатар гузоштам. ин хубиро ҳатто модарат ба ту чӣ гуфтан мехоҳӣ? модарам ба ин чӣ алоқа доранд? модарат Шарафро ҷиғ зад, кӯдаконатро ба ӯ дод. қасос гирифтанӣ бошӣ, аввал аз наздикона сар кун. чӣ гап шуд? дар ду рӯй аз парастории набераҳоятон бароятон душвор шуд. тарсидед ки ба шумо дарди сар мешавем? натарсед. аз ин пас бегонаро илтимос мекунаму шуморо не модар. фарида, охир ман чӣ гуфтанамро медонам. худатонро азоб надиҳед. дигар ба кӣ бовар карданамро намедонам. хайр киро интизорем падар? гап занед охир. ҳоло не, як нафари дигар меояд. ба хайр аст падар? ягон касро даъват кардед? кане бигӯед, дар байнамон кӣ намерасад? яшар. ба фикрам яшар омад хайриддин. гуфта будам ки пас аз 2 соат сарҳадро мегузарем. пас чаро мошинро ман намекунанд? модарҷон, дилам беҳузур мешавад. инҷо бои ҷонакам, тоқат кун, кам монд. ана истодам. دیدی گفتم کو کمی دیگر طاقت کن. انا خیز پسرم میفرویم. چرا آمدی؟ کارهای کردت را فراموش کردی که آمدی؟ چرا آمدی؟ من جیغ زدم. چی برای به خانه خودش در آمدن اجازت پرسد؟ درا دخترم. نباید این کارو میکردید پدر. چرا او رو جیغ زدید؟ چرا؟ چون که شما آداب و رفتار انسانی را فراموش کرده اید. فراموش کرده اید که ما همه اهل یک عائله هستیم. انا برای چی جیغ زدم؟ ما دیگر کودک نیستیم پدر. چیکار کردنمون را نقص میدونیم. این کاری تو را حتی کودکان هم نمیکنند. فرزندانت را خار و زار کرده ایستاده ای نمیبینی؟ از سبب این یک رویت برادرت برآمده رفت. کی عقلی تو بسرت می آید شرف؟
ضربه تقدیر وزنین است. آخرین را تو کی میفهمی؟ مادر جان دیگر نکنه جان نکنی. مادر جان استعمال شما مادر جان خواهش میکنم دخترم کودکانت را گرفته به حجرت برو و سری آنها را ببوس. کدام وقتی که خواستی من تو را به خانه‌ات میبرم. کودکان را سر ده. این کار را نکنید پدر. مرا مجبور نکنید. فریده زود از اینجا برآمده. تو نباید اینجا می آمدی. خیردین شرف راست میگوید. تو در بگاهی روز همه را ناراحت کردی. کاردار نشم نباید. شرف مان برایند. اجازه نمیدهم پدر. شرف هوشت را به سر گیر. سخنم را مشکن. مادر جان اینجا گویی باید میکنن. شد پسرم حاضر میکشوین. جان مادر طاقت کن. کم موند. اینجا گویی باید میکنن. ای وین وینگش بیزار شدیم. گویی دم شاگیر است. ما کلونها به زور طاقت میکنیم. مو کودک است. به طاقت شده است. ای طاقت نداری در خانه اد منشستی. اینجا باغچه کودکان است مگر؟ به من گوش کن. با این طور گپ نزن. عصبم را ویران نکن. کودک است. داد نزن وگرنه میبینی. چی میشود ابله؟ چی میشود؟ دمت را گیر وگرنه میدونی چی؟ روزت را سیاه میکنم. فهمیدی؟ یسر تو چی کار کردی؟ یسر خدایا تو او رو زخمدار کردی. یسر یک طرفی ست پدر. قدری خودتان را دانید. وگرنه شما را آن شب برای دلم امتحانی بزرگی بود. وزنش را باری دیگر برداشتم. غم خورد و خون گریست. اما باز هم بدن ضعیفم آن را پسی سر کرد. در وقتهای مشکل دلم مبارزه برده کار کرد. مرا زیر کرده میگذرند نگفت. دلم که با ایمان باز هم بزرگتر شده بود به همه دستی یاری دراز میکرد. مشکلی ها را مثل کودک خرد زیر دندانهایش پاره کرده نیست می‌نمود. ضربه های تقدیر را با صبر تحمل کرده با حکمت خواند. کی باید خبر میدادی یشیل؟ اگر کارمندان کمیته زمین زنگ نمیزدند خبردار نمیشدم. یا وقتی از اینجا کشیدنتون گفتنی بودی؟ اما جان این طور نکنید التماس. یک بار به من گوش کنید. حال خانه نگرفته ایم. فقط نیت داریم و خلاص. باور کنید. چشم گرسنه شوهرت را فقط خاکی گور سر کرده میتواند. او دانسته به تو خانه دار شده است. فهمو؟ یشیل نمیبرایم؟ کار کرده او رو راضی کردی ها؟ خیلی نقص. همه نقشه هایت یک عملی میگردن. من نیتی با شما جنجال کردن رو ندارم. گوش کن، من به این اجازت نمیدهم. نمیگذارم که این دختر رو استفاده بری. اما جان التماس. شما نه تنها خسیس بلکه کورنمک هم بوده اید. برای شرکت شما چی کارهایی نکردم فراموش کردید که باز این طور گپ میزنید. مرا نخندو. تو غیر از خودت پروای هیچ کس رو نداری. نخواد. بله.
این طور باشد یک بار به شرکتی که سالها باز پایتان رو به آنجا نگذاشته در اومده دیگرگونی ها رو ببینید. حتی آدمانی که نامشان رو باری هم نشنیدید میبینید که چقدر مبلغ به صورت حسابشان میگذارند. البته اگر به این چیزها عقلتان رسد. این چه خیلی میشود هیچ نمیفهمم. هر ماه پول جدا میشد. شاید خطاگیری شده است. یک باری دیگر بینید. دیدم خانم همه صورت حسابتون رو از نظر گذرانیدم. به شما پول جدا نشده است. باز یک باری دیگر بینید. آی گوش کن. برانندگویی که آماده شود. من حاضر به یک جا میرم. راو چرا ایستاده ای؟ حاضر خانم. نیست آخر. مایلش چرا نگذرانده باشنده؟ ای بردار آخر. مرحمت خانم. اگر اجازت باشد یک سوال دادن میخوام خانم. یگان مشکلی برآمده است. آخر چند سال باز به شرکت نمی رفتید؟ اکنون میروم. وای نگاه کنید. وای خدایا یگان در این سحر برق چی میخواهی؟ اگر برای مواد اومده باشی حاضر نمیدیم. برای نه اومدم. بخیر است؟ سرم با بلا گرفتار است. یا که پلیس از پسش شده است. من این خیل شدنش رو نمیخواستم. یک کف دارو را گرفته خورده است. از هوش رفت. چیکار کردنم رو ندانستم. او را برده پرتافتم. کی خورد؟ کی؟ نشه دارو خورده است اکا. دوستم تو تماما عقلت را خورده ای. چرا به اینجا آمدی؟ رو از اینجا گفتم. یاری دهید اکا. سری مرا در بلا نگذار. یاری دهید. رو گم شو. خواهش میکنم. خدایا من چیکار کنم؟ فورا یاری تجلی رو جزولید. خوب شده سردارم. سردارم در اینجا یک حادثه ناخوش شده است. نشه دختری غالب رو بهوش یافته. احوالش خوب نیست. فهمیدم سلیم. آن طرفش را من دیدم برایم. با شما از امنیت زنگ میزنند جناب. لبای؟ بله این من. نفهمیدم. کی گفتید؟ دخترم؟ چه خیل حالا در کجاست؟ حاضر می آیم. زود ماشین را آماده کن. خوب شده سردار. چه خیلی یگان خبر نداری؟ این طور باشد مرا به نزد یگان کسی میدونستگی بر. یک دقیقه خانم. مرحمت. آمدید خانم. خوش آمدید خانم. من رقم
телефонатонро нависам. вақте ки сармосиб омад ба шумо хабар медиҳам. ҳоҷат ба занг задан нест. ман ҳаминҷо мунтазир мешавам. хонум, дар ин бора мо ба шумо маълумот медиҳем. гӯш кунед, шумо ҷонатонро аз ман халос карданед. Хуш омадед, хонум. аммо оғои раҳим худашон ба ман қавл дода буданд. оғои раҳим гуфтед? бале. оғои раҳим ҳар моҳ ба ман як миқдори муайян пул мегузаронданд, лекин инҳо бе ягон сабаб инро манъ карданд. оғои раҳим падари ман мешаванд. марҳамат, биёед дар утоқи кориам суҳбат мекунем. биёед. марҳамат, гузаред. биёед. гузаред. хаста набошед. хуш омадед. ба инҷо як шиносамро оварданд, аммо дар кадом ҳуҷра буданашро намедонам. кай ӯро оварданд? бегоҳ. номаш? хайриддин фигил. шумо маро масхара мекунед? модоме ки намехӯред, чаро гуфтед ки наҳорӣ омода кунам? чӣ, ман хизматгори шумоям? кани дафт шавед аз инҷо. کی آمده سلام خانم پینار. کانی زود به حجرتان روید. نگاه کردن ایسته زودتر. تو از کجا پیدا شدیم؟ در اینجا بودنی مرا از کجا فهمیدی؟ از بویت فهمیدم. برای چی اومدی؟ پلیسا تا پونچه کمال رو یافتن. دو روز پیش مرا به امنیت برده بودن. تفتیش میکنن که ایزی انگشتانم در اون هست یا نه. میدونم اون تپانچه رو برای کشتنی من تو به او داده بودی، لیکن تو نترس، شاید ایزی انگشتانه در اون تپانچه نمانده باشد. راست گفتی. چی قدری که توانم خود را حمایه میکنم، اما پلیس مرا به حالم نمیگذارد. مایلش اکنون کار از کار گذشت. اما کمال در کجا باشد؟ گفتم که نمیدونم. پینار، کاری رو که کمال کرده نتوانیست من میکنم. مرا دیگر فریب داده نمیتونم. روید از اینجا. از پست هستم. تو گمان نکن که از من میگریزی. دفع شوید گفتم. آن مرچه رو به سر شما داد زد. مرحمت. تشکر. شرف در کجاست؟ در پایان، در خفاخانه. به نزدش میرویم. غیر از این به شما یک دو گپی مهم داشتم. چی شده است؟ لیکن به یاسمن نگویید. نیشه را از پرتوگاه بیهوش یافتند. به فکرم احوالش خیلی بد است. عاقبتش معلوم. رفته مادرجان. ناراحت نشوید. شکر که بهتر شدید. شین دخترم. خداوند شما را از سر ما دور نکند. اگر با شما یگون حادثه میشد من اصلا خودم را نمی بخشیدم. نه، تو مرا ببخش که فرزندانت را برگرداندن نتوانستم. این طور نگویید. شما کاری رو کردید که حتی مادرم برایم نکرد. مرحمت. احوالش خوب است؟ حالا هم به خود نآمده است. شما از نزدیکانش میشوید؟ بله. خدا شفا دهد. مادر جان، از دیشب باز حالتان خوب نیست. ما در همین جاییم. شما به خانه رفته استراحت کنید. من خوبم پسرم، خوبم. کاش یه شر یک بار زنگ میزد. یک بار دیگر با او زنگ بزن امیر.
از یک طرف غم یشر، از طرف دیگر غم پدرتون. خاموش است. شاید تلفنش رو گم کرده باشد. او باید که به من زنگ میزد. باید. در راه می اومدم کمی این حادثه رخ داد. نگاه کنید، در اینجا یک ماشین است. از درونش آواز میبراید. ای خدا، چرا ماشین رو در اینجا گذاشته باشد؟ درش هم محکم است. رونا به هم نیست؟ یا در را میشکنیم. زود به پلیس خبر ده. کمی توقف کنید، درتون رو میکشوید. بیا پیسرم. شما رو چرا در این ماشین نمی‌کنید؟ احتیاط کنید. آرامانه. بردو. آیسته تر روخی. خدا را شکر. شما دادی ما رو سیده. جاریده آخر چرا شد شده ماندی؟ سوزن چرا ما رو به این حال آورده؟ ایمان ها. احتیاط کنید. همش خوب می شود. آن مرد کی بود؟ باید به تو حساباتی هم تیر میزد. کنی زود به حجرتون. تا من نگویم از حجرتون نمیبروید. شما را جزا میدهم. با پدرم میگویم. به این نگر تو باز به من گپ میگردانی هم؟ تیر میزد ها. کنی زود به حجرتون. درآید. اکنون کسی نامده من از اینجا روم. باز یکون نخوشی رای ندهد. مایلش دخترم. امروز احوالتون چخیر؟ خوبم آقای دکتر. اجازت میدید یک بار بیمار رو معاینه نمایم؟ البته. خیر پدر. سلامت باش دخترم. تا بازدید. آقای خریدین، برای چی نمیخواید که قلبتون رو عوض کنید؟ آخر سلامتیتون روز تو روز بد شده ایستاده است. میدانم آقای دکتر، اما قرارم قطعی است. من جراحی شدن نمیخواهم. دونوری موفق یافتن دشوار است، چون این فرصت به هر کس میسر نمیشود. یک بار با اهل ولایت مصلحت کنید. به شما گفته بودم که آنها خبردار نشود. خیر مالش. و باز اگر اجازت باشد به خانه رفتن میخواهم. من در مدتی کوتاه شما رو به خانه‌تان میفرستم. اوی میمونجا یکی من شی حاضر تو رو میخوابونم. بیا خواب کن جانی مادر. کنی؟ اوی کنی؟ انا همین خیل. آفرین. ما تو رو دوست نمیداریم. رفت از خونمون رفت. تو باز آمدی؟ مادرم آید میگویم. مادرم دیگر نمی آید. این رو فهمیده گیر اکنون. کنی زود به حجرت رفت. کنی زود. من به تو رفت نگفتم ها؟ رفت کنی کودک را بدار میکنی. خودت رفت. من با تو چی کار کردنم را میدونم. هیچ کار کردن نمیتوانی. تو مادری ما نیستی. چی شد؟ برای چی گریه میکنی؟ کاش مادرم در اینجا میبودن. گریه نکن. حالا میبینی که من با او چی کار میکنم. چی کار میکنی؟ به پدرم میگویی؟ همه بازیچه هایم رو به سویش هوا میگیرم. من از این مادرم میخواهم. اگر آنها به شرف گویند چی؟ امینه من با تو یک گپ دارم. درشون رو محکم کردند. خیر اکنون بس بازی بس. در رو کشایت صحبت میکنیم.
من شوخی کردم. نخود من شما رو جزا دهم. امینه بیا هر دویمان به مغازه می رویم. گوش کنید، با پدرتون هیچ چیز نگوید میلش. او را زیق نکنید. مادرتون من رو التجا میکند. من باشم شما را ها؟ گوش کن، خیلی که مصلحت میکنم اما با من کمک میکنی میلش. پینور مرا دیگر عذاب نده. به این هم عذاب های خودم زیاد است. مرا گوش کن فریده، زیرا دیگر چنین فرصت نمییابی. من از تو دیگر هیچ چیز نمیخواهم. کودکانت رو چی؟ آنها رو هم نمیخواهی؟ تو در کجایی؟ در کجا میشدم؟ در خانه‌ام؟ در خانه آقای خیردین. کودکان همراهتند؟ آنها رو در نزد تو گذاشته رفتند؟ به حجرهشون رفتند. سوال دادن را یک سو گذارو، زود برو شرف نامده این کار را حل کنیم. گوش کن، این دفعه فرصت رو از دست نده. تشکر. پدر جان، به شما یگان چیز لازم نیست؟ نه. تشکر زیاد. سلامت باشید. انا با این راه روید. این راه کوتاه‌تر است. یاسین، خواهرت را گرفته به بیرون برو. مادرت میآید. به خدا راست میگویم. باری دیگر میگویم مرا به غضب نآورید که در شکسته در آمده شما را چنان میزنم که حتی نامتان را فراموش میکنید. زود میآیم. بسیار منتظر نکنید خانم. کمی انتظار شوید. زود میآیم. در کجایند؟ یاسین، امینه دخترم، من آمدم. آنها کجایند؟ در حجره خودشون در رو محکم کردند و بالا بر آمده به آنها گپ زن گوی در رو کشوند. یاسین، امینه، من آمدم. چرا جواب نمیدهند؟ من از کجا میدونم؟ Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayı
bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Bir küçük goncayım, ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Vur deli rüzgar, yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar, yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen.